اگر واقعا هم با صدای بلند یعنی با اصطلاح داد زده با کودک سخن گفتن نتیجه های منفی داشته باشد که عاقبتش را اصلاح کردن مشکل و در بعضی موردها امکان ناپذیر باشد، پس چرا هنوز هم قسم زیادی قشر کلانسال جامعه به عنوان راه درست و مؤثر تربیت همین شیوه رو به عائله های جوان و پدر مادر جوان توصیه میدهند؟ چرا توصیه میدهند که با کودک داد زده او رو سرزنش کن؟ البته مخصوصا با آواز گپ زدن به مردم ما خاص است، چون که مخصوصا در شرایط دهات میدان وسیع است. ما از دور و نزدیک به یکدیگر مراجعت میکنیم، کسی ما رو ایراد نمیگیرد با آواز پست گپ زن گفته و همین چیز به ما عادت میشود. ببینید بعضا وقت ما آواز همسایه رو در پس دیوار میشنویم، همین خیلی نه؟ بله. در نقلیات جمعیتی میرویم با آواز بلند چنون گپ میزنند که نمیدونه گوشت رو با کدام سر داره که آواز کمتر بیاید. بله. حتی با تلفن مناسبت های خش و تباره، محرمانه، معیش خواجگی، همه چیز رو داد گفته حل کردن میخواهند. بله. و در نتیجه به عقیده میآیند که در همه جا در روند تربیه هم آواز بلند رو نگاه داشتن ارزشمند است. پسیخولوژها اعتراف میکنند که از آواز بلند دیده آواز پست با آهنگ مخصوص با یک صمیمیت گپ زدن زیادتر تاثیر بخشد. بله. چون که وقتی که با آواز پست گپ زدیم شنونده کوشش میکند که توجه و دقت خود را روان کند تا آخر، تا که شنونده با آن سرفهم رود و همین چیز باید با عادت مبدل شود. چون که ببینید 3 نفر صحبت کرده ایستن، ما از این طرف کوچه در وی طرف کوچه صحبت اونها رو میشنویم. دیگر اینکه آواز بلند همه وقت گوش خراش است. بله. آواز بلند همه وقت شنونده رو تیز مانده میکند. بله. آواز بلند رو همچون به احترامی هم قبول کردن ممکنه. میگوین که من کارم تو برای چی به من داد زده گپ میزنی؟ برای کودک این چیز خیلی مهم است، چون که عضو انکشاف یابنده و چیز مثبت، صداهای مثبت، آهنگ مثبت رو با قبول کردن، حلاوت بردن زیادتر آموده. بله. بنابراین خوب میشد که ما از داد گفته سرزنش کردن، تنبیه دادن، جزا دادن، به صحبت آرامانه همدیگر فهمی، به چشم یکدیگر نگاه کرده با تبسم گپ زنیم خوبتر میشه.